رحیم پروداکشن. دنیا دنیا غم دل غم جان، لب آب روان، لب پردینا. دنیا دنیا غم دل غم جان. دنیا دل جیگر ما خوردی. اوه بجان چی بالایه. اوه بجان اوه بجان یک باری دیگه تو با چی گفتی ها؟ تو با چی گفتی ها؟ بچه ما هرچه بیوی یک باری دیگه سنی همسه میلا ها تا مرکا پاچه ها تا مشکنون فهمیدی مرا؟ تو دامادن ما کردان نشا بچه ما چکار داری؟ این نمی تمگوم که سغیره تمگوم که فهمیدی؟ یک باری دیگه همسه بیا فهمیدی؟ یک باری دیگه سنی خونه بیا پاچه ها تا نشکسته ما هم نموندم. چی قبیساتی که آمده چی میگوی تو؟ یک باری دیگه تو میبیام با میام چی میگوی تو؟ یک باری دیگه برا تزگاه خونه نبیا. تست سامان کنم ببینم. ایوتا ها یا چه پسم ایوتا چه چه دام تا بگی؟ ایوتا چی میگوی تو دل ما جیگر ما خوردی های؟ آخه چه پسم چی میپرسی؟ اختم بزام ای خونه خدارامتی آمد خیرم زمین خوانم برای اگنه هوای زنده میشید خودم میکشتم شد همه من زدامت قوری کرد چی میگوی تو؟ یا چه پسم چی نمیپرسی؟ معلمه واسه خونه معلمه وظیفه خونگی تا دل جیگر ما خوردی سوچن بابا این سه دو آگی های مردک نشید علت تب ما دل جیگر ما خورد نکن بیوا ایوتا ها یا چه پسم بپرس چی میگی؟ ایوتا چه پسم چی بپرسی؟ چه پسم بپرس معلمه واسه خونه ده برای اوچت پر دل جیگر ما خوردی های با چی میگی تو؟ معلمه واسه خونه ده تزگوم شا اینجا خطی وظیفه خونگی تی همه یبو ساختی و تاتی تزگوم شا نبینم تا برا پیشی و تا برا نه تو چی میگی با تو چی؟ های معلمه مگه فرق автомат در ملتیق در چی های؟ فرق автомат در ملتیق؟ ملتیق در چی های؟ تو دام تا بگی؟ فرق автомат در من ترا چی بفهمم گوش که بچم فرق автомат در ملتیق من مثال میارم خودت بفهم همین گبزنی من رنگ ملتیق یا گبزنی اوچت رنگ автомат نگاه که بچه ها کلان شدن ایش مرا زمتی ایش مادا خونه که ایش مادا ماشین بگی ایش مادا میلیاردر موقعی یا گپو میزن ختم کار کنی بگیری کار کنی ما وقت کار میکردیم زن میگرفتی یه تو وقت میگی ها تو با چو کایتا غرغر کداشتا پیر کشیدی قرار میکنی ای تو خیلی میشنی غرغر کدا او دختری که گفتم کو ویبر کردم او رفتم گپ زدم او چمینو رفتم مصلحت کردن روزی شدیم گفتم بیا بچه را بینیم خیلی من کی دارم همه کلون اولاد خدا در که بیا بریم قطیم چی گفتن؟ گفتای بچه را بیاره بینم او قطیم نمیره گوش که منو بچم من قطید میرم هم دخترات دیده یوخی دیدم معقوله من خیلی معقول بشه میریم مصلحت بکنیم نیکه چیزی که من گفتم پرسیدن تا بگو همین تام چیزی که میگه همون یکم کپیلش نیست فهمو؟ مرا چیزی پرسیدم خب کنم میخواد جومتی ها بگم چیزی که می تام میگه راسته چیزی که تام میگه قبول چیزی تام میگه راسته تمام فهمیدی شاه پیش پرتگی نمیکنی با بعدش میبینم خیلی برام رفتی ما پشوکم کسو تا پشرفتی چی معلومه اوتا این نمیخونه اوتا اما فقط ما چیزی گفتم اوتا میدونم با معنی بگی رفتی در مخم سگ ندارم نه سگ ندارم اکای خونه دو لبای بیایم من سلام بیایم سلام علیکم بیایم سازی تیجی سلامتی خوبه بیا بچم بیا بچه جان بیا بیا بچه جان بیا هر قدم رسید بله نرسن خیلی ما شیشتی خوش آمده میگن که میمون اتوی خدا های نشناختم تا سلامت باشی خاله جان ما راستی گفت در تمام مصر
محله پایان ترکیم همسایه قشلاق در تمام جا اوضاع و دروازه که بهترین دختر داری انا همین این راستی گم این بچه من همین دختر تا دست جای دیگه اینجا خواستگاری بریم راستی گم خیستم اومدم همین دختر تا میخوام که در بچه هم خواستگاری کنم خاله جان به نیتی خیر اومدم خوب کردی اگر اجازت باشه خواهی زمانه ایشیدگیه که تو یک دیگریشون رو نبینن رازیگی نمیتن خیلی دخترچهتون هم فهمید کنید یک دیگریشون که ببینن راضی شدن با ما و شما صحبت بکنیم چی گفتی؟ راست زهره و زهره بیو بچم بچه جان بیو اینجا بشی بچم سلام علیکم خوزگار اومدیم کو بیو چی میگوی؟ بشین بچم بشین این دختری من سلام علیکم این کس بچه نازنین خوش بچه این بینین یک دیگری تو همین یک دیگرشون که محکوم کنن بعد همین چیزی که بگوی میاریم راست ببینه کو گپ زنه کو چی میگوی شما درست خب خاله جان میگم که راستی گپ قطع جان پچم در کردی میگن که وقتی که میوه را خریدی حتما تماشا کن که پوسیدگی نداشته باشه میگم که دختر شما چه عیب داره با؟ یکون عیب نداره آخی؟ نه خدا جان دختری من یکون عیب نداره همه هنر داره همه کاربارا میتونه همه تازگی پخت و پس خمیر فتیر نان پختن همه کارای دستش میآید دختری با بم رو محبت های همین مهربان های همین قبا مهر های همین دختری چی های بچه هم سگره بروزی بوده توچکش نقلیده جای توغری غلطیده خاله جان دخترتون دختر خونه یا خیه؟ نه دختر خونه نیست ای خوبیشه ای سرپستی و گبگیریشه ای شبر آمدگی ای پیشتر اختام هفتمش آمدگی ای کو بینه مسئولیت کنین چی میگن؟ هشتم شما این نصیب شما باشه خیلی توی میکنین اکه حالی ما چه بفهمیم خدا جانی نه دخترتون دختر زور دختر بازی دختر شش شو کداگی دیدی پاپولار نمیده میگم که خدا جان دختر که کدامش انتخاب کرد حتما شما بوده زنگ بزنین ما انتخاب خودمون میکنیم گب نیست خشامده این نکی عیبه ای هیچ گب ندارم من بگیره شیرینی خرسندی شما هم بگیره مالی شیرینی خرسندی مالی کاش که پدنوز دیگه هم بگرفتم شیرینی خرسندی مالی خیر شما مالی بگرده شما مصرف کنم کدام میگیره مالی خوب اوتا این مالی را نمیگیرم چی من؟ اوی شاشتا شو کتاب دای کو چی کتاب دای؟ شاشتا شو کتاب دای با هفتم خوزگو نمو هشتم نمیشه رفتیم بازی بیرون برو اوتا این ولی نمیشه چی من؟ اوخش بایبی شاشتا شو کتاب دای با هفتم خوزگو نمو هشتمش خوش کنم دختر خوش رو گیده ده حقیقت خوش رو بده او خوش روی مردم چی میگه گوی با گوسالا گیری نه که تو میدونی برای شش تا شوکه دگه نه ها این گوسالا نداره ها این پراسته بیزنس نیافته شو بیزنس کسته چی؟